سال 1304 خورشیدی، چیزی در حدود 100 سال قبل، حکومت قاجارها رسما منقرض شد و رضاشاه قدرت رو به دست گرفت. اینجا بود که حکومت پهلوی شد حکومت جدید کشور ایران. رضاشاه وقتی روی کار اومد یه سری کارها رو تو دستور کارش قرار داد تا یه ایران نوین بسازه. از جمله این که هر ایرانی باید سجل داشته باشه. منظور از سجل همین شناسنامه است. نخستین شناسنامه یا همون سجل تو دوران قاجار تو تاریخ دقیق 3 دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شده بود. ولی همه مردم شناسنامه نداشتن. رضاشاه اومد گفت که نه، این چه وضعیه؟ مگه میشه آدم‌ها هیچ هویت مکتوبی نداشته باشن؟ داشتن سجل برای همه اجباریه. اینجا یه سری از روحانیون و مراجع با این فرمان مخالفت کردن و علیهش فتوا دادن. این که دلیلش چی بود خودش یه ماجرای طولانیه. بگذاریم. برای ثبت مشخصات افراد تو سجل نیاز بود تا هر فرد نام خانوادگی مختص خودشو داشته باشه. مردم ایران تا قبل از این نام خانوادگی نداشتن و با نام مستعار، لقب یا انتساب به قوم و طایفه‌شون شناخته می شدن. با صدور شناسنامه بود که هر فرد دارای مشخصات انفرادی شد. خب حالا که سجل اجباری شده، شخص شاه هم باید سجل داشته باشه دیگه. اینجا بود که گفتن برای شاه چه اسمی انتخاب کنیم که درخور و دهن پرکن و لایق شخصیت شاه مملکت باشه. حالا دیگه خود رضا شاه هم میبایست برای خودش نام خانوادگی انتخاب میکرد. اما اسم پهلوی از کجا اومد؟ چی شد که رضاخان سردار سپه شد رضا شاه پهلوی؟ رضاخان زمانی که سروان بود به نام رضا ماکسیم یا رضا شصتیر شناخته میشد، چون متخصص مسلسل ماکسیم بود و با مسلسل به خوبی تیراندازی میکرد. وقتی هم که سرتیپ شد به رضاخان میرپنج مشهور شد. بعد که فرمانده ارتش و وزیر جنگ شد بهش گفتن رضاخان سردار سپه. ولی هیچ کدوم از این اسامی لایق شاه مملکت که نبود. یه سری لقب کوچه بازاری بود. رضاخان الان شده شاه ایران، یه اسم درست درمون میخواد. محمد علی فروغی نخست وزیر رضاشاه بود، یه سیاستمدار کارکشته و یه نویسنده معتبر. فروغی گفت که لقب‌هایی مثل شصتیر و ماکسیم و میرپنج نمیتونه نام فامیلی پادشاه یه مملکت باشه. باید یه اسم درخور رو بذاریم به عنوان نام خانوادگی اعلی حضرت، مثلا پهلوی. پهلوی پیشنهاد فروغی بود، ولی اصلا پهلوی یعنی چی؟ پهلوی نام زبان و خط رسمی ایرانی ها تو دوره اشکانیان و ساسانیان بود، یه اسم اصیل و پرمغز. رضاشاه پیشنهاد پهلوی رو قبول میکنه. دستور داده میشه تا عنوان پهلوی به عنوان نام خانوادگی رضاشاه ثبت بشه. کسی هم حق نداره این فامیلی رو انتخاب بکنه. کسی نباید فامیلیش با پادشاه مملکت یکی باشه. پهلوی فقط رضاشاه پهلوی. اینجا یه مشکلی به وجود اومد. وقتی خواستن سجل رضاشاه رو صادر کنن دیدن یه نفر اومده و زودتر این اسم رو گذاشته رو اسم کوچیک خودش. حالا کی؟ میرزا محمود خان پهلوی که از قضا فردی صاحب نام هم بود، نویسنده، محقق و مترجم و البته از آزادی خواهای صدر مشروطیت. کسی که اگه مثلا بخوایم یه اثرشو بگیم کتاب شهریار از ماکیاولی که ترجمهشو ایشون انجام داده، حتما بخونید این کتابو، فوق‌العاده است. راه حل چیه حالا؟ باید چی کار کرد که اسم پهلوی فقط رو شاه باشه؟ کاری نداره که، اجبار. محمود پهلوی رو مجبور کردن تا نام خانوادگیشو عوض کنه و نام دیگه ای رو انتخاب کنه.
ایشون هم که دیگه چاره‌ای نداشت، نام پهلوی رو از روی اسمش برداشت، ولی به عنوان اعتراض نام خانوادگی دیگه‌ای هم نپذیرفت و نام محمود که اسم کوچیکش بود رو به عنوان نام فامیلیش انتخاب کرد. شد محمود. رضاخان سردار سپه هم شد رضا شاه پهلوی. اینطوری شد که نام پهلوی که از قوم پارت سرچشمه می گرفت شد نام فامیلی رضا شاه پهلوی، سلسله پهلوی، سکه پهلوی، بندر پهلوی، کلاه پهلوی و البته نام آخرین حکومت پادشاهی ایران.